I see the wisdom of the world in your eyes. I see the sadness of 1,000 goodbyes. When I look in your eyes, and it is no surprise, I see the softness of the moon in your eyes, the gentle sparkle of the stars in your eyes. When I look in your eyes, in your eyes, I see the deepness of the sea. I see the deepness of a love, the love I feel you feel for me. Autumn comes, summer dies, I see the passing of the years in your eyes, and when we part will be no tears, no goodbyes. I'll just look into your eyes. Those eyes, so wise, so warm, so real. How I love the world. Your eyes Ladies and gentlemen, our guest for tonight, Parvin Юсуфӣ. Applause, please. دوستان عزیز، سلام علیکم. سلام علیکم بار دیگر به هر یکی شما. برنامه فازو است و تامین کننده فضای ایدانه در خاندان هر یکی شما دوستان. با بینندگان عزیز، برنامه فراغتی ما محض به خاطر فراغت بخشیدن به شما است و ما همیشه کوشش میکنیم که سرود و نواهای دلنشین رو به شما پیشنهاد کنیم تا لحظه هم باشد شما فراغت نمایید. دوستان، مهمون‌های زیاد داریم و مهمون ویژه ما هستند و مهمون دیگرمون اینم باشد الовуддин عبداللویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، یک قرصک دیگر به افتخارش. و دوستان امروز میبینیم که مخصوصاً اسکریپکا نوازان چگونه زیبا شدن. همه وقت زیبا هستند در برنامه‌های ما، در دیگر برنامه‌ها بینید که امروز به مثل یک فرشته سفید هستند. یک قرصک دیگر به خاطر بانوان بسیار زیبا اسکریپکا نواز، یک قرصک به خاطر پروین یوسفی. دوستان عزیز، شروع میکنیم. من فکر میکنم که بسیار و بسیار جالب خواهد بود امروز برنامه ما. همینطور است فرزانه؟ بله، واقعا هم عین حال یکی مهمان ها رو با شما معرفی میکنیم. با ما باشید. پروین یوسفی، یعنی پروین گویم، خطا نمیکنم. همینطور است؟ خوب هستید شما؟ خودتون رو چگونه احساس میکنید امروز؟ بهترین. این شب روزها با چیکار مشغول هستید؟
شب و روزا بله بله بهترش این روزها گویم خطا نمیکنیم تمرین مشق کار سرودهای نو ایجادی سرودهای نو بله ایجادیاتی نو بله مخلصان شما به صبرانه انتظارند و میگن که جمشید سوال دی که سرود جدیدی پروین کی میبراید چی گویم با اونها حالا در پروژه است ما حرکت در نقشه هست بله در نقشه هست ما حرکت میکنیم سلامت باشید موفقیت به شما دوستان عزیز بار دیگر میگیم که امروز مهمانی ما هستند پروین یوسفی و مهمانی نوبتی ما چون در آغاز برنامه معرفی کردیم اینم باشد الووددین عبداللویف هستند سلام علیکم در نزد شما کمک خوب صحبت کردن برایمون مشکلی پیش میآورد با اون خاطر که شما بسیار یک چی میگویند شوخی های نمکین میکنید خوب است شما بیاید از شوخی سر نمیکنیم بعدا اول جمشید جان شما گفتید که در نزد من سخن گفتن مشکل است در نزد منم در نزد شما برای من مشکل است سخن گفتن سلام علیکم لطف کرده شما خب کارها چگونه هستند کارم نقص رفته ایستاده است هم در برابر کاری که میکنم منصبی که دارم کار ایجادی هم رو هم شرایط برای من مهیا میکنن که ادامه دهم کارم بد نی خوب جمشید میتونید شما سوال کردید پروین یوسفی رو که سرودی نو کی میبراید عین حال من از аловуддин عبداللویف میخوام پرسان شوم که صحنه های جدید کی اومده میشوند بهترین تشکر که قدر توجه دارید بسیار مخلصانم توجه دارن در آغاز برنامه پروینم بسیار توجه کردن از این بسیار شاد شدم و گفتم که روزهای نزدیک شما رو نشر نوبتی شوخی аловуддин انتظار است سلامت باشند به صبرانه انتظارند فکر میکنم بیننده های عزیز خاصتا مخلصان برنامه ها و هزل و شوخی های аловуддин عبداللویف و من اکنون نمیتوانم اکوی аловуддин یک زنمون شوخی های نمکین بعدا باز ادامه خواهد یا برنامه با قول یکی از قهرمان های صحنه یک زور زده میبینیم یک مدام که سخن در باره قدر فرشته ها گفتید روی زمین گفتید پروین را گفتید فرزانه زیبا ایستادن من میخوام که یک چند شوخیایی کنم یک چند لطیفه لطفی گویم نسبتی همون بانوان خواهرانی که همیشه در برای آن که همراه ما هم مهربانی میکنن به ما لیکن بعضی وقت حاضر جواب هم هستند بله خوش که باشد از حیات آنها یک چند به خاطرم یک چند لطیفه اومد مثلا باری جوانی با همراهی دختری محبوبش در ملاقاتن هر دو نشستن در باغ و البته جوان همیشه شرم میکند امروز ها دختران با غیرتن و جوان شرم کرده گپ را از دور آغاز میداد هر خیلی اظهار محبت کردن است این جوان میگه که گوش کن جانی شیرین من مثل نو جورم همسین و خیرس راستی گپ پلی بسیار ندارم من مثل نو جورم خیرس دو سه ماشین ندارم رنج راویر و نوای لانکروزر ندارم من مثل نو جورم خیرس دو سه خانه ندارم خوب گوش کرده است دخترک من مثل نو جورم خیرس دو سه مغازه و بزرگ ندارم من یک دیل دارم همونو میخوام با تو ببخشم این دخترک هم بسیار شرمگین بود است که شما در حقیقت مرا دوست میدارین نه در حقیقت صدقا دوست میدارم شما در حقیقت میخواین آینده ما برای شما مهمه بله آینده شما برای ما مهم است بی‌زرازلیش نبوده بله بی‌زرازلیش نیست اگر شما در حقیقت مرا دوست بدارید مرا با همون جوراتون خیرس شناس کنید حاضر جوابی هم سلامت باشه دوستان واقعا هم شوخی های аловуддин به یگون محبت به یگون تعریف و توصیف واقعا هم شنیدنی هستند همه ما آگاهی داریم که در یک صحنه شما چند نقش رو می‌آفرید خب میخواستم بفهمم که از همون عهده نقش های زنانه که با ناز و کرشمه اجرا میکنه چگونه میبرید؟ میدونید بسیار مسئولیت بیشتر است آفریدن نقش زن چون که خواهران در سر یک دسترخوان مادران میشینند و خوشدامن ها و کلین ها اونها خفه نشوند که اینها این аловуддин ما را تحقیر کردنی و گفت که بسیار ناز بسیار زیبا یعنی بیشتر زیباتر و خوشروتر و گریم رو بیشتر اهمیت کردن در کار مثلا پردازگری لباس پوشیشون باید یکم جو کوستان نگردد که تا اینکه
این بسیار منعقدای خوبی ما مثلا ایران نگیرند همین خیلی هم هست. بله. خب من میخواستم درباره نقشی که نقش مرد نقش عموما مردانه را شما میوفرید از همه مناطق شما انمون طرز گفتاری همه مناطق تاجیکستان عزیز رو از اودش خیلی عالی میبرید چگونه با شما میسر میکنه؟ سلامت باشید. البته من در یک جای به بویه رسیدم که شهر بختر قرغانتپه پیشینه که در اونجا مردمی همه مثلا گوشه دیار عزیزمون آمده در آبادی وادی وحش سمگذار بودن. مثلا در ما همسایه‌مون از مردمی مثلا زاده بدخشانن، بله. در اینجا مثلا از وادی زرفشانن، آنجا از رشتانن، یعنی که از خود منطقه‌های گوناگونی ولایت ختلانن. برای این به من قدر مشکلم نبود، کمی تمرین کردنم لازم بود، لیکن بسیار راحت‌تر بودم چون که من از همون خوردین گویش ها رو این لحن های شیرین رو گوش میکردم میشنیدم. مثلا مادرم که بسیار کتبانی خوبم بودن اگر خوراکم میپختم ما به خاله انا خاله فرغانه گیت بر اونجا میبردم. اینجا اپا هست کی اپا ما سر بخوراگی اونجا میرفتم. اینجا خاله مثلا زرفشانی ام، اونجا اپا صدبرگی بدخشانی ام، یعنی که از همه میشم یک لحن یک شنگیل اونها با لحن شیرینی خودشون نوازیش هم میکردن. البته طریق خب شبکه‌های تلویزیونی تماشا میکنن بیننده ها فقط یک مواد تیار رو پخته رو تیار میکنن، ولی پس این همین ثبت ها دوبل های زیاد هستند. صحنه هایی هستند که مثلا اکثریت تاشون رو بعضیشون رو که بخش شما پیش نهایت خب قیچی میکنید یک طرفه میکنید. خب چگونه است برای یک صحنه پره ثبت کردن چند روز یا چند ساعت رو خب شما صرف میکنید؟ تشکر جمشید جون. باری من شنیدم مصاحبه بسیار کارگردان بزرگ لئونید گایدای رو. لئونید گایدای وقتی که مؤلف فیلم های مثلا کافکاسکی پلینس اسیر کافکوز است، ایوان واسیلیچ کاسپاش رو عوض میکند و من یک سلسله فیلم ها درباره شوری که ما میدونیم دوستش میدونیم و لئونید گایدای پیش از نواری فیلم هایش مثلا پیش از نوشتن همون مضمون سناریوی فیلم او فیلم های بسیار استاد بزرگی مسکه چارلی چاپلین رو تماشا میکرده، یعنی او از این روش بالیده میگشته است، تابش خوش میگشته است و با اون شروع میکرده، یعنی الهام میگرفته است. من هم این رو برای خود یک چیز کردم، یعنی که همیشه پیش از ثبت شوخی ها چون که ما باید تابمون بالیده باشد تو اینکه همین محیط مثلا زنده رو محیط بسیار خوب رو به تماشابین ما پیشنهاد کرده توانیم. چون اینکه خب فرزانه دوست می‌دارد همین کلمه رو شخص پیش از ثبت باید پر انرژی باشد. همین طور است؟ بله فرزانه جان درست گفتین، ما باید پر انرژی باشیم. سلامت باشید. من میخوام که باز اکنون سر کنید همون قصه دوم رو، شوخی دوم رو. یک لطیفه دیگه منظور بله. خوش که باشد. اینش هم درباره قهرمان اساسی ما باز همون خواهران ما هستند، بانوان زیبای ما. یک مرد چون از در خانه وارد می شده است، زنش در را گشادن زمان автомат بر این بلبل بر این گوی می سر میکرده است. پرابلم باید که در خانه است. انا شما که نبودین آب چکید، کران ایران شد، لامپوچکا سوخت، فلان شد، روغن نبود، خوراک نمیدونم چیکار کنم، کارتوشکا نبود، کارتوشکا موندم که کارتوشکا سوخت، چون فلان. مرد فسیاز امروز که از خانه رفتم، خانه که در اومدم و اگر همسرم سر کرد گپش رو میگم ایستا، اگر تو با دو کلمه همه پرابلم ها رو برای من فهمونده توانی من قایل، اگر نه تمام خودت میدونی و همون مشکل دوی اسبت. خلاص از خانه وارد می شود، با خانه وارد می شود، در رو میکشد، زن سر میکند. البته خیریت اومدی نه، همین شما نبودین که همین بس چپ چی؟ اگر با دو کلمه همین پرابلم های خانه را گفته بتونی، من خودم تو شرط گذاشتم، من حل میکنم، اگر نه خودت میدونی و دوی اسبت گفتی جمشه. زن میگه با دو کلمه، ببینید که زن ها بسیار سیپا با دو کلمه، بله با دو کلمه چی پرابلم داری که بگو؟ این مردم انتظار است که نمیدارد. با دو کلمه همشه گفته بودم، بله با دو کلمه همشه گفته تی، خیلی با دو کلمه باشه، با دو کلمه همشه گفته میتونم. برای کجا برم؟ از سر درک شد، مالش میبرد، از سر درک شد،
زمان نه از در میدارد که سلام علیکم سلام علیکم $1000 زن دو کلمه ما پرابلم من کردم سلامت باشن سلامت باشن خب بله من میخوام پرسش شوم که انا همون صحنه ها رو شما چگونه انتخاب میکنید مؤلف صحنه ها کی هستند چون هنگامی که صحنه ها با اکران میبرویند اونها رو همه صحنه های الووددین گفته میشناسند شاید برای بیننده نیز عجیب باشد که مؤلف آن صحنه ها کی هستند تشکر میدونید من بسیار جستجو میکنم گفتگو میکنم مثلا یک چیزی که مثلا شما فرض نگفتید یا جمشید گفتن یا اون دوستی دیگرم نقل کرد یا پروین نگم چیزی خوبی گفتن لطفی من حتما اینها رو میگیرم و از این استفاده میبرم و خیلی خوب است که چندی باز در روزنامه های ما از اون جمله در روزنامه تاجیکستان در دیگر روزنامه ها مجله ها یک صحیفه لطفی لطیف است که در آنجا مثلا من از اون استفاده میبرم حتما اینجوری پوشیده نیست من تشکر میگم که آنها مردم ما بسیار که زنده دلند و شوخ طبیعت هستند به این ما بلکه من از جستجو کرده از همین مواد میگیرم سلامت باشند پروین یگان سوال دارید شما با علووددین من فقط تمنیات دارم سلامت باشن تمنیات چون که من شما رو بسیار دوست می‌دارم من مخلص شما هستم من هم شما پروین و بسیار میپسندم هر یک صحنه‌ای که شما با مردم پیشکش می‌نمایید سلامت باشید همیشه پروین جان اگر به من سوال کنید که از کی باز پروین رو دوست می‌داری من میگم اون گفته که از همون سال‌هایی که اولین در یکی از اولین فیلم‌های خیلی خوبی بختیار خدای نظرف من در اونجا یک لحظه‌ای نقشم بود آفریدم و شما در اونجا بسیار سرودی دوست داشتنی سرودید که مثلا تا حاضر گوش میکنم جوانی هم به خاطر میاد همون لحظه های فیلم برداری صحنه به خاطرم میآید و یک احترامی من و محبتی من از اونجا شروع شد شما بدارید من کدام سرود دادم گریه میکنم بله سلامت باشید همین لحظه رو شما نقل کردید پروین یک بسیار یک نفسی شکور کشید یعنی که در خاطر آوردم اون لحظه ها رو خب چگونه بودم دو مصرعش فقط این طور بله با گل چوبین گرم در چمن سروی ناز من با گل چوبین گرم در چمن سروی ناز من با یادی رنگ و بوی تو من گریه میکنم با یادی رنگ و بوی تو من گریه میکنم بگذار که فقط همه ما و شما از خرسندگی گریه کنیم بله اشک شادی باشد بله من در چشم شما او دیده رو دیدم زیده باشه بسیار تقصیر بخش بود بله واقعا از تحت دل بود واقعا هم صدای پروین غیر عادی است یگانه است و کدام سرودی رو که می‌سراید از تحت دل است به دل رفته میرسد از دل به دل در همین لحظه باز یک سرودی بسیار زیبا جذاب دلچسب و شنیدنی و دیدنی در اجرای پروین یوسفی دوستان پذیرا باشید در بیابان لیلا خیرمنی گل در گرفت در بیابان نینماختم خیرمنی گل در گرفت حیفی روی به غبارم چنگا خاک سر گرفت دادایی اما حیفی روی به غبارم چنگا خاکستر گرفت دادایی اما مستقالم صدا شد مغزی جانم در گرفت مستقالم صدا شد مغزی جانم در گرفت از برای روی جانم شش تا جانم در گرفت دادایی
از برای روح جانم شش تا جانم در گرفت دادی اما از تگی دامانت گذشتم ولی کاشت یافتم از برای نلی کاشت شیشه صندوق ساختم دادیم از برای نلی کاشت شیشه صندوق ساختم دادیم شیشه صندوق جان تصدوق خانم مهمان آمده است شیشه صندوق جان تصدوق خانم پر مهمان آمده است از بخارای شریفی ماهی تابان آمده است دادیم از بخارای شریفی زلفی تابان آمده است دادیم در بیابان لیناختن. دوستان پروین یوسفی بود. با اجازت شما چون نیست را شعر میگویم برای پروین. آواز تو را ز صد جهان میشنوم، با گوش دل و ز گوش جان میشنوم. آواز تو گر ز بین گلها آید، از چهچه بین بلبلان میشنوم. پروین جان سلامت باشید. چگونه بود این سرود؟ چگونه بود؟ بسیار با یک حساسیت، با یک استراحت بلند شما گوش کرده، تماشا کرده. جمشید جان من تشکر پروین. من نه تنها گوش کردم فرزانه، بلکه همون خودم رو به زور نگاه داشتم، چون که میخواستم برآمده که اون چرخی همون چیزی رو کنم، لیکن گفتم که کمتر با تمکین‌تر باشه. خیر بله خدا داد دور کمتر. بله تشکر، بسیار سرود خوب و دوست داشتنی است. بله از سرود پروین جان الهام گرفته یک نقل دیگری باید اومد باشد. خوش که باشد یک مردم نه پیرمرد هر سر ریش میگیرد و ریشگیری و یک عذاب است برای زن. البته همسرش خیس آب گرم کن، تیز آب گرم کن. خیلی زن رفته آب گرم کرده، میبیاد و میماند و منه ریشگیره که بیاد، ریش میگیرد. هر سر همین باز پیغام میشد که خوش یک آب گرم کن. باز میراد زن باز آب گرم میکند. خب از خواب شیرین همون بیدار کرده، هر روز همین دعا میکرد. زن غرغر کرده و گاه سرم در میکند، فشارم بلند است، خدایا با آب گرم کن، بیار ریشای گیریم. یک روز زن میگه که گوش کن دادیش او برای چیز هر سحر ریش میگیری، بیزار کردی. این زن میگه که تو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ بین ریشه گرفتیم چیکار شده؟ من نگاه کن، من نگاه کن. دیدی ریشه گرفتیم 20 سال یاش شده، من ملدای اینا میسیریج. بعد این زن میگه که پس شما ریش گرفت 20 سال جوان میشوید؟ میگه ها 20 سال جوان میشم. نگاه کن انا سویج. زنم بسیار شوخ دست میگه که او همین خیلی 20 سال که جوان شد میمونید پیش از خواب همین ریشتون نتراشید.
خیلی عالی نقل میکنن جمشید و من فکر میکنم که اکای علووددین رو با پروین یوسفی از برنامه همون گسل نکنیم، چون که هنگامی که پروین یوسفی سرود میسرایند اکای علووددین هم الهام میگیرند و لطیفه های نو به نو هم نقل میکنند و برنامه ما نیز دیدنی میگذره. بله خب واقعا هم ما در این سفینه برای ایجادکاران، برای سراینده ها، برای نفرانی واقعا هم لایقتمند همه وقت باز است. خب همه وقت ما دعوت میکنیم این نفران رو و دوستان عزیز، خب وقت کمتر است، وقت کمتر است، بعد چی گویم باید که ما دیگر مهمون ها رو دعوت کنیم. مثلا این لحاظ دوستان عزیز مهمونی ما بودند در برنامه نوبتی فازو علووددین عبداللویف هنرپیشه مردمی تاجیکستان، همچنین پروین یوسفی سراینده بسیار محبوب. شما رو خوش آمدید میگویم، ولی واقعا هم مراحت کردیم از سراییدن سرودهای پروین یوسفی، اما وقت تنگی میکند. ما شما رو خوش آمدید میگویم. سلامت باشند دوستان عزیز، با ما باشید. ما بسیار می‌داریم از شما، چون که این خیلی امکانیت تکنیکی که شما بر ما مهیا کردید بسیار ممنونیم. ارکستر برای شما تشکر. بگیردی شمع رخساری تو من پروانه خواهم شد. بگیردی شمع رخساری تو من پروانه خواهم شد. من آخر از غمت ای ماه رو دیوانه خواهم شد.
از غمت ای ماهرو دیوانه خواهم شد چو مجنون خاکساری گوشه ویرانه خواهم شد چو مجنون خاکساری گوشه ویرانه خواهم شد من آخر از غمت ای ماهرو دیوانه خواهم شد چورشنبه الواتف بودن دوستان عزیز خوش آمدید چورشنبه با استودیوی ما خوش آمدید با برنامه فضا فضای برنامه ما چگونه است تشکر زیاد جمشید جان اولا سلام علیکم سلام گرم جوشان خودم را به شما و به تمام تماشابینان تلویزیون سفینه تشکر که با برنامه دعوت کردید خیلی فضا یک گرم و جوشان است واقعا فضای خوب است و برنامه ما نیز نام دارد فضا چورشنبه تشکر دوستان بار دیگر میگویم که اولش که چورشنبه الواتف سالیستی ارکستر دولتی سیمفونی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است سالیست ماس انامین ارکستر دویمش که چورشنبه امروز سرودی نو و جدید خود را سرایید در برنامه فضا همین خیلی است خطا نمیکنم بله درست است چگونه ایجاد شد این سرود بله این سرود راست گپ با من استاد گرامی قدر علیم جان سالیزاده که سرود آهنگ از ایشان هستند برای من گفتن که در جای کار گفتن که من میخوام این سرود رو در اجرای خود دیدن و باوری دارم که این از اوده این سرود یعنی میبروی یکون بار که وقتی که سرود رو گوش کردم با من خیلی یک سرود خیلی صمیمی است خیلی یعنی خلاصی گپ چورشنبه از اودهش برآمدی تشکر زیاد تشکر مرحمت جایت رو اشغال کن مرحمت فرزانه میمونونی بله بینندگان عزیز در نزد من نیز دو تن از بانوان اشتراکچیانی آزمون بین‌المللی زنان در کره جنوبی که خودی همین سال گذشت آنها موفق شدند در این آزمون معتبر زاهدова و پروین مختارова شما را به برنامه خوش آمدید میگویم سلامت باشید خوش آمدید این نفران خب آموزگاران دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در آزمون بین المللی که در شهر سئول پایتخت کره جنوبی خب برگزار گردید این آزمون مقام های افتخاری رو اشغال کردن اولا شما رو تبریک میکنیم سلامت باشید اولا برای تکلیفتون به این برنامه فضا سپاسگزاریم سلامت باشید رحمت آزمون مذکور همه سال برای زنهای اختراع کار میگذارد که از طرف جمهوری تاجیکستان پتانسیل جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده شده است و مبلغ گذاری کرده می شود محض برای دریافت زنهایی که بانوانی که برای با اختراع کاری مشغولند در ساحه علم فعالیت میبرند نگرانیده شده است پیشنهاد من این موادی بود که خصوصیت ضد میکروبی و ضد زنبوروغی داشت پیش از همه آن اول راه سینتزی آن پیدا نمودند حاصل نمودن ماده مذکور و بعد از آن معین نمودن خصوصیت های بیولوژی آن موقع چندم رو شما اشغال کردید موقع یکم نصیبی من شد سلامت باشید دوستان بیاید یک قرصک بزنید موقع اول بینید که در برابر مردم و به عنوان عزیز ما نیز در همه سمت و ساحه خب تاجیکستان عزیز را معرفی میکنند و نامبردار کشور عزیزمان هستند تشکر به شما من از شما افتخار میکنم بسیار تشکر خب میخواستم از شما دانم پروین بانو چگونه بود و شما خب در همین آزمون بودید شرکت ورزیدید بله این конкурс выставка озмоишгоҳ намоишгоҳ ин аз давлатҳои Авроосиё иштирокчиён дар ин озмоишгоҳ иштирок карданд ва фақат ҳамин сол дар тариқи онлайн гузашт ин озмоишгоҳ ва мо аз соҳаи тиб баромад кардем пешниҳодамо ҳамчун ихтироот қабул гардид дар маркази патентӣ
ва кормандони маркази патентӣ номнавис шуд ҳамчун моликияти зеҳнӣ кафедраи мо, кафедраи гӯшу гулӯвабинӣ, донишкадаи такмили ихтисоси баъди дипломӣ, кормандони дар соҳаи тиб ин қабул гардид ва аз тарафи кормандони маркази патентӣ ба мо маслиҳат доданд ки ман дар ҳамин озмун иштирок кунам. Баъд аз иштирок кардани дар ин озмун мо соҳиби медали тилло шудем. саломат бошед. саломат бошед. муборак бошад. миёни ин қадар хуб иштирокчиён шумо тавонистед маҳорату малакаи худро нишон дода ва тавонистед ки мавқеи ифтихориро, мавқеи аввалро хуб ишғол намоед. мо аз шумо ифтихор мекунем. ташаккури зиёд. бори дигар шуморо табрик мекунем. туҳфаи мо имрӯз фақат аз хуб дирижёр хоҳиш мекунам Далер Тиллоев 15 сония тақдим кунанд ба омӯзгорон ва меҳмонони гироми қадри мо, зеро онҳо мавқеи аввалро гирифтанд. саломат бошед. саломат бошед. барои шумо
آفرین چورشنبه الواتف مرحمت. خب چورشنبه بعد از شرکت در آزمون بین المللی Central Asia's Got Talent زندگی چگونه شد؟ تشکر زیاد. بسیار سوالی که در هر صحبت میپرسند زندگی چگونه شد. مخلصون شنوندگان بسیارتر از ما یعنی انتظار هستند. یعنی بعد از آزمون توجه نسبت چورشنبه زیاد شد. بله. باز از پیش هم سرودو و هم کلیپو پیشکش بینندگان میشد و باز با ارکستر با سرودوی جدید نو یعنی در تمرین هستند. دوستان عزیز بار دیگر میگویم که این برنامه فازو است و فرزانه عین حال معرفی میکنند مهمان نوبتی ما رو. مرحمت فرزانه. بله بینندگان عزیز مهمان نوبتی ما هستند غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامیناسیای سراینده انعنوی محبه شاکرова. خوش آمدی. اولا سلام خود رو به همه شما میرسونم. اشتراک من در این آزمون مهنت زیاد رو طلب کرد و نوابسته از سین سال با دستگیری استاد عزیزم جمشید جان الگشف با دعای که پدر مادران مو موقع افتخاری رو در کدام نامیناسیون بود؟ ژانر انعنوی اوزخونه. بله خیلی خوب. دوستان فرصتی اون است که بار دیگر نشون دهد که مثلا چگونه مهارت چگونه ملکه دارد مهمانی ما. میتوانید 4 مصرع خوب زمزمه کنید. خوشتر از ایام عشق ایام نیست، خوشتر از ایام عشق ایام نیست. بام دادی عاشقم روشن نیست، بام دادی عاشقم روشن نیست. آشنایم رهبدی منی برم، عشق را آغاز هست انجام نیست. عشق را آغاز هست انجام نیست. محبه شاکرova اکنون درک کردید برای چی موقع اول رو اشغال کردن. در این حالت یک باره غیری چشم داشت سرود خواندن به هر کس میسر نمیگردد و خب من میخواهم بها و فکری سراینده رو فهمم نسبتی سراینده. مقام یک مکتب خودش رو دارد، مخصوص خودش رو دارد و هر کس نمیتواند این مکتب بزرگ با این مکتب بزرگ داخل شود و از حوده این مکتب براید. امون درجه بلند خواندن و برای من امون موقع اول نصیبش بود. این همه موقع اول رو حلال کرد. بله من باوری کامل دارم که همین شرکت کردنتون در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من و اشغال موقع اول شما را چکار میکند؟ رای شما را میکشاید به کنسرواتوریا و بچون چرا داخل میشوید و تحصیل رو ادامه دید. تشکر محبه با شما. جمشید میدونی یک سوال هیچ مرا نمیگذارد که آرام شوم. آرام شو فرزانه. آرام شو سوال رو دی تمام. میدونی من میخوام پرسم که انا همون پول ها رو چیکار کرده است محبه؟ پول ها رو؟ بله پول ها رو. پول مرحمت محبه بونو اگر شما لایق دونید لازم دونید مرحمت شما گویید که کجا شدم 50,000 سامان محبه صرف کردید یا در یک منجا. همین قدرش رو گفتم میتونم که به پدر مادر به اهل اویله روون کردیم. آفرین. همین است دوستان. همین است. خب مهارت و ملکه خود را نشان دادن و انم توفایی که شما میگیرید هر کدام نفری نباشد در کدام سمت و ساحه نباشد باید کی رو ما سپاسگزار باشیم؟
падар ва модарро. эҳтироми падар, эҳтироми модар дар ҷои аввал меистад, баъдан устод, баъдан он нафароне ки хуб кӯшиш карданд ва сайқал доданд маҳорату малакаи хуб меҳмони моро муҳиббабонуро. саломат бошед, хуш омадед. хуб ман хоҳиш мекунам аз сардирижёр бошад, акнун бояд анъана шавад ки чаро не як мусиқӣ ва мусиқии мутантан дар дирижёр Алишер Солизода. меҳмонро бо мусиқӣ гусорем. айни ҳол дар назди мо як гулдухтари хеле зебо қарор дорад, шоираи ҷавон Гулмаҳтоб Ҳасанова. шуморо ба студияи барномаи Фазо хуш омадед мегӯем. хуш омадед ба студияи мо, ба барномаи мо. хуб китобе ки ман мебинам фикр мекунам ашъори анамун маҷмӯи шеърҳои шумо аст. ҳамин тавр аст? бале, маҷмӯи дар ин китоби ман тамоми маҷмӯи аввал устодони бузург ҳастанд ва дар баробари онҳо мо низ ҳастем. саломат бошед. аз кай оғоз шудан ҳамин хоҳиш, шавқ, рағбати шеър эҷод намудан? рости вақте ки ман дар синфи панҷум мехондам, ман эҳсос намудам ки худованд ба ман истеъдоди яъне нависандагиро додааст. танҳо 4 мисра шеър дар васфи модари азизам навиштам. баъд аз он вақте ки дар бораи модарам шеър навиштам, дигар чизе навишта натавонистам, чунки ман хушбахт будам, дар сарзамини обод зиндагӣ мекардам, гули сари сабати хонадон будам, падар модар ҳамеша хушҳол будам. ва баъдан дар синфи ҳафтум вақти мехондам, падарам ба садама дучор шуданду бемор шуданд. аз ана ҳамон лаҳза сар карда ман ба навиштан шурӯъ кардам ва шеърҳои зиёдеро низ танҳо дар васфи падар навиштам. саломат бошам. ман фикр мекунам ки хуб шеърҳои шумо бевосита вақте ки дар васфи падар аст, модар аст, хуб аз сидқ аст, самимӣ аст. имкон доред ки як шеъратонро қироат намоед барои бинандаҳои мо? ман як шеъри кӯдакӣ дорам ки ман гумон мекунам на танҳо барои ман, балки барои тамоми мардум, тамоми он нафароне ки дар қайди ҳаёт ҳастанд, се чиз фаромӯшнашаванда аст: кӯдакӣ, ба воя расидан ва чӣ гуна дар оғӯши падару модар аз дунё гузаштан, ё ин ки баръакс, кӯдакию ба воя расидан ва чӣ гуна волидайнро аз даст додан. дигар ҳама чӣ ивазшаванда аст. дӯст душман мешавад, душман дӯст мешавад, фақир сарватманд ва сарватманд фақир. фақат падару модар ва ана ҳамин лаҳзаҳои кӯдакӣ дар ҳаёти инсон фаромӯшнашаванда аст. саломат бошед. кӯдакиям, илтиҷо дорам туро, боз як бори дигар пешам биё, дар дабистони ҳамин меҳру вафо, то бигирад дасти моро қиблагоҳ. пеши по хӯрдам ба санги зиндагӣ, ёд кардам кӯдакиям кӯдакӣ. кӯ падар акнун бигирад дасти мо аз миёни баҳру даҳри зиндагӣ. кӯдакиям дар нигоҳи хоҳарам, дар ба дар аз пушти ҳар дар мегузашт. дар нигоҳи тифлаки маҳзуни мо як ҷаҳони ғуссаву ғам мегузашт. дар нигоҳи хоҳарам чашмони нам, дар нигоҳи додарам дарду алам, дар нигоҳи ман фақат он кӯдакӣ шодӣ буду шодманд. кӯдакиям достону қисса буд, кӯдаким як қиссаву сад ҳисса буд. мекунам бо хотиротам гуфтугӯ, фитаҳои кӯдакӣ нашкаста буд. менамоям ҷустуҷӯят кӯдакӣ, кош як бори дигар пайдо шавӣ. дасти ман бигириву ман домони ту, кӯдакиям кӯдакиям кӯдакӣ. дӯстон, ман бинандаҳои азиз шуморо намедонам, воқеан ҳам як шеъри бисёр таъсирнок буд. мавзӯи шеърҳои шуморо ғайр аз васфи падар, васфи модар, боз кадом мавзӯъҳо пур мекунад, мукаммал месозад? ватандӯстӣ, ватандорӣ,
هر یک انسان وقتی که در وطنش چنین زیبا زندگی میکند البته در وصف وطن نیز شعر ایجاد میکند. هر کوچه و باغ و خیابان ما خود مصرع شعری است برای هر یک نو قلم. پیش از اونی که در وصف وطن یک شعر قرائت کنید میخواستم از زمین لباس بسیار زیبا اتون سوال کنم. خب من فکر میکنم فرزانه بانو نیز این فکر را داشت که سوال کند اینقدر کرته زیبا، کرته چکن کی دوخت و فکری کی بود که بر کنید؟ بسیار شینم است، بسیار زیبا است. راستی من کرته های ملی را بسیار دوست می‌دارم. به هر کجایی که روم من کرته ملی به بر میکنم و من چند کرته خود را خود دوختم، اما این را خاله‌ام دوختند برای من و برای من پسند است وقتی که دختر تاجیک با لباس ملی در هر کوچه در خیابان قدم میزند. سلامت باشد. من معلومات پیدا کردم که گل مهتاب الکی کتاب خود را از شو برآورده است. درباره آن میخوام معلومات بدهند. کی بود و کدام موضوع را در بر میگرفت؟ وقتی که من با استاد اولین من که مادری من بودند، من هر مصرعی که می آفریدم هیچگاه مادری من به من نگفتند که گل مهتاب این مصرع شعری تو نمی شود. هر چی که می گفتم خوب است، از این زیباتر می شود می گفتند. بعدا استاد من قربان خیراندیش هستند، استادی بهترین هستند که مرا همچون پدروار تا امروز دستگیری می کنند. و این کتاب من در آرزوی پدر است. وقتی که من با یک استاد بزرگی روبرو شدم و با او هم صحبت شدیم، حیات نعمت هستند و آن کس گفتند که من در وصف تمام چیز دنیا گفتن سخن گفتم، اما درباره پدر و مادر چیزی گفتن نتوانستم، چون که آنها را به چیز شبیه کرده شباهت کردن نتوانستم. و استاد من با افتخار گفتند که من یک شاگرد دارم که حتی قریب از 100 شعر هم زیادتر در وصف پدر گفتند و آن کس مرا گفت دعوت کردن. من به نزد استاد رفتم و آن استاد از من یک شعر خواستند، بخوندم باز خواستند. بعد اون زمان گفتند که میشد است که پدر و مادر رو به چیز شباهت کردن. سلامت باشید دوستان. من از خب ارکستر خواهش میکنم که شاید از سردریژور یگون نوا، فقط یک نوا، یک اسباب باشد که وقتی که شعر میخواند در وصف وطن همراهی کند صدای زیبای گل مهتاب رو. آغاز میشود، شما آغاز میکنید در برای وطن میشود؟ باشد. دوستان عزیز متوجه باشید. یک نظر کردم و آینش شکست. شادی از خانه تنگ دل من بیرون شد. مثل یک کوزه به آب دلم باز پرزین ز غم و تحسین شد. ژاله غم به سرم می بارید، خیمه در کنج دلم فرسوده. شورزار دل لب تشنه من آب از ساحل غم ها خورده. چون زی باران ندامت همه شب، شبنم از اشک جبین آزرده. پس دیوالک لاین وطن، میوه باغ ثمر ناچیده. جز غم و غصه چیز نادیده، میل پرواز به سوی همه ارمان ها داشت. تخم نخل ثمر خاطره را روی دنیا می کاشت. گفت با یاد تو ای کشور من، زندگی با همه دردش زیباست. تشکر زیاد. بار دیگر تشکر. دوستان میمون نوبتی را گوسل میکنیم. گفتیم که شاعره جوان و امید بخش گل مهتاب هستن و بدن میمونی ما. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. بله واقعا هم ما افتخار میکنیم که در چنین وطنی زیبا زندگی و کار و فعالیت میکنیم و یادآور میشویم که بینندگان عزیز وقتی جدا گردیده به برنامه ما به اتمام میرسد. باور داریم که با برنامه فضا توانستیم که فضای خاندان شما رو کمی رنگین تر نماییم. تا دیدار نوبتی، تا برنامه‌های دیگر